روز 27 فوریه تخمیناً 500 طرفدار مخالفان در قرقیزستان در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی به نشان اعتراض از بازداشت سیاستمدار گردی هم آمدند. این ساختار گفته است که سیاستمدار منعقد دولت در یک قضیه رشوه‌گیری گمانبر دانسته می شود. در میان اعتراضگران بازداشت تکیبویف رئیس جمهوری سابق قرقیزستان و از طرفداران روزا اوتونبویوا و چند رهبر دیگر مخالفان به آزادشوی بلافاصله سیاستمدار پافشاری کردند. زمان تکیبویف 58 ساله یک متفق پرزیدنت المازبек اتنبویف بود، ولی تابستان سال 2016 تکیبویف هم به یک منعقد سیاسی اتنبویف تبدیل شد. آن زمان پرزیدنت با تغییر کانستیتوسی قرقیزستان که حضور طولانی مدت اتنبویف را در قدرت تامین میکرد مخالفت کرد. این تغییرات موقعی نخست وزیر را باریز میکند و در میان مخالفان چنین عقیده پایبرجاست که در اصل اتنبویف بعد ترک کرسی پرزیدنتی میخواهد به مقام سروزیری نشیند و یا راه یک متفق دیگری خود را به این وظیفه هموار کند. تکیبویف و طرفدارانش شدیداً مخالف تغییرات کانستیتوسیونی برآمد کردند. تکیبویف با ایمپیچمنت و یا اعلان ناباوری به پرزیدنت اتنبویف دعوت کرد و از مقامات خواست که خود رئیس جمهور و اعضای اویلش از نظر دست داشتنشان در فساد و رشوه‌خوری سنجیده شوند. انتخابات نوبتی پرزیدنتی در قرقیزستان روز 19 نوامبر برگزار می شود. در صورت از حق مسئولیت پارلمانی محروم و به جوابگری جنایی جلب شدن تکیبویف از حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال محروم می شود. اسیه ساسیقبویو و عضو حزب اتمکان گفت که هدف مقامات هم همین است که نگذارند تکیبویف برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه برد. با هدفی از سبقت بیرون کردن این نامزد به احتمال غالب آنها حالا یک پرونده جنایی می سازند. با من گفتند که حالا او را از روی ماده 303 که خیلی جدی و مربوط به فساد است بازداشت کردند. نقشه دراز مدت آنها به انتخابات پرزیدنتی ربط میگیرد. و اینچنین گفت که تکیبویف را برای فحش کردن یک نقشه عظیمی فساد که در آن دستی پرزیدنت اتنبویف هم دیده می شود مجازات می کنند. ولی متفقان میگویند بازداشت تکیبویف به حادثه های برمیگردد که در زمان معاون نخست وزیر این کشور بودنش بعد انقلاب سال 2010 رخ داده است. آنها ادعا میکنند که تکیبویف گویا از یک صاحبکار روس لئونید مایوفسکی پاره در حجم $1 میلیون طلب کرده است و گویا این پول برای آن تقاضا شده است که صاحبکار روس اجازت وارد شدن به بازار تجارتی قرقیزستان را با شرکتش الفا تلکام به دست آورد.